میدونستید بعضیا حتی زلزله ها، سونامی ها و ترور چارلی کرک رو به موساد نسبت میدن؟ شایعات جنجالی و افسانه های باور نکردنی هم در رابطه با مامورای زن موساد وجود داره که میگن با اغواگری و فریب دشمن رو زمینگیر میکنن. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشه. عملیات های مرموزی مثل عروسی سرخ و نارنینا در جنگ 12 روزه در تهران با چنان دقت و ظرافتی انجام شدن که کارشناسا رو حیرت زده کرد. توی این ویدیو خیلی کوتاه میخوایم ببینیم چرا موساد خودش رو نخبه ترین سازمان جاسوسی دنیا میدونه. موساد کمی بعد از شکلگیری اسرائیل با فرمان دیوید بنگوریون اولین نخست وزیر این کشور فعالیتش رو شروع کرد. بنگوریون قوی‌ترین سلاح چه در حمله و چه در دفاع رو اطلاعات میدونست. هسته اولیه موساد از واحد اطلاعات گروه مسلح هاگانا شکل گرفت. این گروه سالها برای تشکیل کشور اسرائیل مبارزه کرده بود و تجربه زیادی داشت. مهمترین وظیفه موساد جمع‌آوری اطلاعات برای کشف تهدیدها علیه اسرائیل و یهودیان سراسر جهان، تحلیل و آنالیز اطلاعات و انجام عملیات‌های مخفی در سراسر جهانه. میگن شعار از راه فریب باید جنگید شعار اصلی موساده، اما هیچ وقت به صورت رسمی کسی اینو تایید نکرد. موساد تنها نهاد امنیتی در اسرائیل نیست و نوعی تقسیم کار وجود داره، اما آن سازمان اطلاعات نظامیه که زیر مجموعه ارتش دفاعی اسرائیله. شین بت یا شاباک مثل FBI آمریکا میمونه و مسئول اطلاعات داخلیه. اما علاوه بر خاک اسرائیل وظیفه شامل غزه و کرانه باختری هم میشه. ولی اون طرف مرزهای دشمن که میتونه هر کشوری رو شامل بشه حوزه کاری موساده. اعتبار موساد که به انجام عملیات‌های کم نقص و دسترسی به اطلاعات درجه یک مشهوره، بعد از شکست اطلاعاتی در 7 اکتبر برای خیلی زیر سوال رفت. اما از یاد نبریم که موساد مسئول امنیتی غزه نبود و انتقاد اول از همه به سازمان امنیتی شین بت برمیگرده که نتونسته بفهمه 1500 نفر در غزه داشتن برای حمله آماده میشدن. البته کارنامه موساد بی‌نقص نیست و شکست‌هایی هم داشته. مثلا در سال 1973 موساد برای انتقام حادثه مونیخ اشتباهی پیشخدمت رستوران که مراکشی الاسد بود رو میکشه که باعث میشه 6 مأمور بازداشت بشن و در نهایت اسرائیل مجبور به پرداخت غرامت میشه. با این وجود هنوز اعضای موساد خودشون رو بهترین سازمان اطلاعاتی جهان، حتی بالاتر از CIA آمریکا و MI6 بریتانیا میدونن و اعتقاد دارن بیشتر از هر جای دیگه با تهدید روبرو هستن. عملیات ربودن آدولف آیشمن، یکی از اعضای ارشد حزب نازی و طراح اصلی هولوکاست، در سال 1960 در آرژانتین و انتقالش به اسرائیل برای نخستین بار نام موساد رو سر زبون‌ها انداخت. همینطور پخش تلویزیونی محاکمه آیشمن در سراسر جهان توجه‌های زیادی به خودش جلب کرد. آیشمن که بعد از جنگ جهانی دوم از زندان نیروهای آمریکایی فرار کرده بود، همراه با خانواده‌اش با هویت جعلی در آرژانتین زندگی می‌کرد و در شرکت مرسدس در بوئنوس آیرس مشغول به کار بود، تا اینکه پسرش با دختر یهودی آشنا میشه و خانواده اون دختر آیشمن رو شناسایی میکنن و ماجرا رو به موساد خبر میدن. نیروهای موساد در آرژانتین آیشمن رو زیر نظر میگیرن و در 9 می 1960 وقتی داشت از سر کار برمیگشت، اون رو با یه ماشین میدزدن و به خونه امن میبرن. برای 9 روز اون رو بازجویی میکنن، بعد بهش دارویی میدن که اونو مریض احوال کنه و بعد به صورت نیمه هوشیار سوار هواپیما میکنن و به اسرائیل میبرن. در نهایت بعد از 2 سال اعدامش میکنن. یکی از موضوعاتی که در مورد موساد زیاد بحث‌برانگیز شده، نقش زنها در عملیات‌های این سازمانه. بعضی از مامورای زن موساد که بازنشسته شدن تایید کردن که از اغواگری و قدرت زنانه توی ماموریت‌هاشون برای رسیدن به هدف استفاده میکنن. اما سکس براشون خط قرمزه. اما من میگم بعیده برای یه سازمان امنیتی همچین خط قرمزی وجود داشته باشه. تمیر پاردو، رئیس موساد بین سالهای 2011 تا 2016 در مورد جایگاه زنان در این سازمان گفته که برخلاف تصور رایج که زنان رو فقط در نقش فریب میبینن،
زنهای مأمور موساد در خوندن موقعیت، ارزیابی شرایط و آگاهی محیطی مهارت بالاتری از مردها دارن و تاکید میکنه وقتی اونا تو این کار خوبن، خیلی خوبن. استخدام در موساد مثل هر نهاد امنیتی دیگه شرایط ویژه‌ای داره و با اینکه موساد تشویق میکنه آدمای بیشتری براش اپلای کنن، در اکثر موارد خود موساد به کارمندای آینده نزدیک میشه و پیشنهاد کار میده. ولی همه داوطلبا باید مراحل استخدام و مصاحبه ها رو انجام بدن که حدود 1 سال طول میکشه. در مصاحبه ها موساد سعی میکنه همه جنبه های زندگی فرد رو بشناسه و اطلاعاتی نباشه که از دست بده. برای اونا مهم اینه که شخص از چه فرهنگ و بک‌گراندی اومده و چقدر مدافع کشور اسرائیل و ایده صهیونیسمه. همینطور خصوصیت‌های شخصیتی مثل نترس بودن و وفاداری مسائل مهمیه که روی اونا تاکید میشه. اونها بعد از استخدام 2 سال در مرکز آموزشی میدراشا دوره‌های آموزشی ویژه میبینن. دوره‌هایی که شاید از هر چند نفر فقط 1 نفر بتونه اونها رو تکمیل کنه. اونها در آموزشاشون دانش‌هایی یاد میگیرن که در هیچ دانشگاهی تدریس نمیشه و از ابزارهایی استفاده میکنن که در دسترس عموم مردم نیست. داوطلب‌ها همینطور یاد میگیرن چطور از اسلحه استفاده کنن و چطور در جایی که دسترسی به اسلحه نیست از خودشون دفاع کنن. کسایی که در مورد موساد مطالعه کردن حتما به نام یگان کیدن برخوردن که بازوی مخفی موساده و داستانهایی که در موردش میگن آدم رو یاد فیلم‌های جیمز باند میندازه. موساد پنهان نمیکنه که واحدهای ویژه مخصوص عملیات ترور و حذف شهرهای کلیدی داره که مشهورترینش کیدنه. یگان کیدن که به عبری به معنی سرنیزه است، از نیروهای آموزش دیده و الیتی تشکیل شده که در انجام عملیات‌های مخفی و جاسوسی مهارت دارند. یگان کیدن که به عبری به معنی سرنیزه است، از نیروهای آموزش دیده و الیتی تشکیل شده که در انجام عملیات‌های مخفی و جاسوسی مهارت خاصی دارند و اکثر نیروهاش از بین واحدهای ویژه ارتش دفاعی اسرائیل انتخاب میشن که در کار خودشون نخبه‌اند. احتمالاً ترور دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی بین سالهای 2010 تا 2012 و همینطور ترور فخریزاده در تهران توسط واحد کیدن موساد انجام شده باشه. اما عملیات مهم موساد در جریان جنگ 12 روزه که خبرش بین اخبار جنگ گم شد، عملیات عروسی سرخ بود که با هدف کشتن سران سپاه خصوصا امیرعلی حاجی‌زاده انجام شد. حاجی‌زاده که مسئول برنامه موشکی جمهوری اسلامی بود، سالها هدفی مشروع برای موساد محسوب میشد و حتی 1 بار تصویرش رو پشت سر وزیر دفاع و خارجه اسرائیل نمایش دادن که یه نوع تهدید محسوب میشد. موساد اسم عملیات رو عروسی سرخ گذاشت که از قسمتی از سریال گیم آف ترونز الهام گرفته بود که لورد والدر فری به بهانه یک عروسی اکثر چهره‌های شاخص لشکر راب استارک رو زیر یک سقف جمع کرد و در حین جشن و ضیافت همه رو یکجا کشت. برنامه موساد این بود که حاجی‌زاده و معاوناش رو که اکثرا مسئولین موشکی و پدافندی سپاه بودن در یک اتاق در مقری زیرزمینی جمع کنه و همه رو یه جا بکشه. از گزارش معلومه که موساد از حرکت فرمانده‌های سپاه در پایگاه زیرزمینی اطلاع داشته، چون وقتی که حاجی‌زاده از اتاق مورد نظر بیرون رفته، موساد کاری میکنه که روی رادارها پیغام‌های نزدیک شدن هواپیماهای اسرائیلی بیاد و وقتی با عجله همه به اتاق میرن تا تصمیم بگیرن چیکار کنن، همه با هم کشته میشن. البته توی این عملیات برای محکم کاری به خونه حاجی‌زاده و بعضی دیگه از سران سپاه هم حمله میشه و جای خوابشون منفجر میشه. این هم خلاصه‌ای بود از عملکرد موساد از زمان تأسیس که نشون میده حداقل در مورد جمهوری اسلامی احاطه امنیتی کامل داره و بعیده با این شرایط مقامات جمهوری اسلامی شبها خواب راحت داشته باشن.